حاجی پشما، این چی بود؟ وای نمیدونستم از وقتی که ما بخوایم بریم تو قبل لخت نمیکنن. وای این چی بود حاجی؟ سلام به زیبایان خفته کانال مستر تماشا، چطورید بچه ها؟ سامان هستم. امروز اومدیم ویدیو جدید، سعی کن منحرف نشید. بسیار زیاد سم به لطف ادیتور عزیزمون بچه ها اولین ویدیو رو واسه ما آماده کردم و قرار روشون ریاکت بدیم. قبل ویدیو بچه حتما مغزتون رو شستشو بدید. واسه چی؟ قبل ویدیو بچه حتما لایک، سابسکرایب، زنگوله فراموش نشه. بین 1000 سابسکرایبر اول 1 میلیون جایزه نقدی داده میشه. بچه ها امروز میخوام یه مسئولی رو بهتون معرفی کنم رو داخل کانالم. هزاران سالانه هزاران تا هزار ماشین رو به خاطر دزدگیر و سیستم امنیتی پایین دزد میبره. به خاطر همون ما امروز یه مسئولی رو واسهتون آوردیم که 1000 درجه اینو کاهش میده و هر موقع دزد نزدیک اون بشه فوری به صدا در میاد، شما رو اطلاع میکنه و خیلی ویژگی خاص داره. حتما واسه سفارش محصول آیدی اینستاگرام رو گذاشتم، محصول سفارش بدید و لذتشو ببرید. نه تو رو خدا آرایش هم پاک میشه. کثافت نگفتم نکن، آرایش هم پاک میشه. عشقم یه سورپرایز برات دارم، خونه تنهام ولی مامان بزرگم اینجاست. حاجی پشما، این چی بود؟ بر داداش این دختر کار تولد چی بهت داد؟ یه ساعت بهم داد داداش. حلالت بابا. ببینم ساعت تو ساعت نداره که اسکل. ما 2 سال با همیم، تو همیشه به من میگی زندگیم، تا حالا عشقم نگفتی، نفسم نگفتی. چون شبیه زندگی می مگه زندگی چه شکلیه؟ تخمی. وای بچه ها وایسین، این چی بود؟ این بچه ها این صداه همون تو ویدیو قبلی هم بود. اصلا من داره برگاه میریزه. وای پاچمون رو نگیری حالا. بیا اصلا بیا پا من بگیر ببر. آقا خوبی؟ من سگمو گم کردم، شما ندیدینش؟ میشه اگه پیداش کردیم به من خبر بدین. 20 میلیون مجرمگونی گذاشتم. 20 میلیون؟ بله. نه این نیست، اگه من وحشی تره. آقا بله میشه بهم کمک کنید؟ 4 تا بچه دارم. 4 تا بچه داری؟ خب اینو بگیر استفاده کن دیگه، بابا خدا پنجمیش نمیاد. داشتم بریم. چیه این؟ لیوان خاک شیر با یک کروسان، یه لیوان خاک شیر با یک کروسان، یه لیوان خاک شیر با یک کروسان. آقا یه لیوان خاشکی با یک کروسان به هم میدید؟ این چی بود حاجی؟ آره بهتون میده، حتما به شما میده. چه خوبه که آدما رو با لباس خاک نمیکنن. فکر کن تو یه ذره قبل شورتت بره لاکونه. حاجی وایسا ببینم، مگه موقعی بخوان خاک کنن لخت میشی؟ ما که ندیدی. چی؟ چرا اینو اصلا من داره پشمام میریزه، نمیدونستم. وقتی که ما میخوایم بریم تو قبل لخت نمیکنن. وای حاجی نمیدونستم. عجیب ترین چیزی که تو کیفت نگه میداری چی میتونه باشه؟ وای اون نباشه. ارزم بادکنک اون میذارم که باد میکنم، دوستان میترسیم. بوده چند باری بادکنک گذاشتم. بادکنک میذاری آره. که باد کنی بتر کنی. آره دوستان خیلی رو از این بترسونی. کارو میکنم. فکر نمیگردم از این کارو بکنی. خیلی حال میده. بادکنک دیگه نه؟ آره بادکنک. اصلا من الان داره پشمام میریزه. این خب همه چیز که مثل بادکنک نیست. آره جون خودت. همه چیز مثل بادکنک، شما پلاستیک بگیر باد میکنی میشه بادکنک. حالا دیگه خوشگل، خوشتیپ، خوش استایل، خوش صدا. افسانه ها میگن
هنوز داره میگه نمکی آشغال. این چه عذابی نازل شده آخه. سوال کرده بودی زنبورا رو چطوری جمع میکنی رو صورتت، الان بهتون نشون میدم. تو مرحله اول دستتون بری داخل، میزان وحشی بودن زنبور رو بسنجی، وحشی نباشه بری تو کارش. خواهی وحشی بود چی؟ اون پاره است که داداش تخم تو داری، مال ما لوبیا چیتیه. نه نمیشه، اصلا امکان نداره. تو یه آتوی چیزی از اینا داری، اینا یه جای کارشون. وای آجی ترسیدی؟ نه ترس. دستتون درد نکنه، خیلی قشنگ شده. نگم برات، من نباید راضی باشم که خانم باید راضی باشه. فکر نمی کنم خانم رو بگی بذاره برم بیرون مالی. کی تو رو قشنگت کرده، مست و پلنگت کرده، ها کی تو رو تمیزت کرده، مهره ریزت کرده. بله اتمام کار زیبایی شیدینگ لب برای مشتری عزیزمون نازنین جواد. نمیدونم نازنین جواد بود یا محمد زهرا. چاقو میارم فرو میکنم هیچ کم خودم. You look so good in bed with your big messy آجی یعنی فقط بزن، شما فقط گیتار بزن. But something happened last night that I'll never forget. Last night you farted on my leg. Last night you farted on my leg. آجی بچه وایسین، به اون متنایی که می نویسه وسط ویدیو دقت کنید. It's a small bed, couldn't keep my distance. We eat the same food, but it smelled so different. Last night you farted on my leg, and I don't ever know if I'll ever grow hair on my leg again. I don't ever know if I'll ever grow hair on. آقا سلام، عرض ادب. ببند، حال شما خوبه جناب؟ من می‌خواستم آجی بچه وایسین، این دوربین مخفیه. دوربین مخفی هم خیلی آشناست. این همین بچه این ریش گندهه، خیلی هم میشناسنش. اصلا طوری میشه بخواد با یکی دوربین مخفی بگیره میشناسنش، بخواد با یکی بره تو پارک دوربین مخفی بگیره دوباره میشناسنش. من برم خیابون دانشگاه. همین کوچه رو همین جلو دست راست. مرسی، دست شما درد نکنه عزیز دلی. بعد اینجا اسمش چیه؟ پارک پرستار. پارک پرستار. آقا عشق دم شما گرم، دست درد نکنه. بعد یه موقع اگه خواستم بعداً برم باراجین، من گفتم باراجین جای قشنگه تو قزوین. بله این همین چهارراه رو ببینید، چهارراه نوروزی. آره. همین مستقیم برید. مرسی مرسی، دست درد نکنه. عزیز دلی ها قربونت بشم. بعد چه کاری آقا؟ دست بده دیگه. تو داداش چه کاری؟ تو دستشو بگیر. بله دست روی آقا. بگیر دست. بده من با آقا اول دست بدم. شما خیلی عصبانی. تو چه دقیقه وایسی عصبانی چرا؟ شما چقدر عصبی؟ بشین شما بفهم، بشین شما بفهم، بشین. آقا ایشان دارم مافیا بازی می‌کنه، من نمیخوام مزاحم مافیا شما. ببخشید آقا، من معذرت میخوام، ببخشید. ولی ببخشید شهروند بگیر. اشکال ان شاءالله که داداش پیروز میشید، مافیا همه فردا شما باشید. باورتون میشه آبجه من 5 ماه حامله چی بود؟ نه متاسفانه شبی که آبچی داشت ما اونجا نبودیم ببینیم آبو میریزن توش یا نه. شرمنده ایشالا بچه بعدی جبران کنیم اونجا باشیم، حضورم ببینیم که میریزن. آره با هم باید اونجا باشیم. کات تو سره کود شعری مد شده، آدمو تو تنهایی روش میکنن. بابا من میخوام. حاجی یه لحظه وایسین، آقا من دارم گیج میشم. آخه این ویدیوها رو از کجا پیدا کردی آوردی واسه من؟ چطوری میبینید شما؟ به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیون. تو بگو بدون اینکه اسم تو بگو. قوی. اولش چیه؟ اولش قوی. اولین حرفش چیه؟ ق. ب. اسم خودم میگه اولین حرفش چیه؟ آره. فرناز. آفرین. فرناز من اصلا معنیشو نمیدونستم که میشد قوی. معنیش نمیشه قوی، من میگم این توضیح. حاجی لحظه وایس، من بیشتر دارم گیج میشم تا شما، مگه نه؟
خب آخه نمیفهمم داره چی میگه. این بیشتر ویدیو تو سایکو منعرف نشی بیشتر یکم گیج کننده بود. مملکتمون نونبر خوردن نداری. ها بچه اسمانی اسم غذا با که غیر خر. وای اینا چیه؟ این بد به چم خلند دیدمش من هر سه بار زدم با چونه اون هنگ درام رو تخت میده صدا. خب بچه ها اینم از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه بچه ها. این ویدیو خیلی سم بود. بله این ویدیو واقعا چند دقیقه که من با شما بودم اصلا دیگه نمیدونم گیج شدم. بذار من اصلا برم. بچه اینم از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. قبل ویدیو حتما لایک سابسکرایب زنگوله فراموش نشه. بین 1000 سابسکرایبر اول 1 میلیون جایزه نقدی داده میشه. بچه این حمایت رو من نیاز دارم. من این حمایت ها رو نیاز دارم. حتما حمایت کنین چون از همین الان من دارم ادیتور میگیرم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو دیگه خداحافظ.